با فرو رفتن در تاریکی قبر، اولین فرشته‌ای که به استقبال میآید رومان است. فرشته‌ای که مأمور آزمایش صاحب قبر است. اگر میت نیکوکار باشد، رومان به فرشتگان نکیر و منکر سفارش می‌کند که با او به نرمی رفتار کنند. آیت الله شاه‌آبادی رومان را یکی از سلاطین عالم برزخ می‌داند. او مأمور رسیدگی به اعمال حسی انسان است، اعمالی که در دنیا با حواس پنجگانه انجام داده. او اعمال انسان را می‌شمارد، جمع‌بندی می‌کند و سرانجام صحیفه اعمال را به گردن می‌آویزد. از این پس این نامه سرنوشت او را در آخرت رقم خواهد زد. حقیقتی که قرآن در سوره اسراء آیه 13 آن را چنین توصیف می‌کند: و کارنامه هر انسانی را به گردنش آویخته‌ایم و روز قیامت نامه‌ای برایش بیرون می‌آوریم که آن را گشوده خواهد یافت. اما این آزمایش چگونه انجام می‌شود؟ در روایت آمده فرشته‌ای با چهره‌ای درخشان همچون خورشید به قبر می‌آید و به مرده می‌گوید با انگشت خود کردار نیک و بدت را بنویس. کفن کاغذ توست، آب دهانت دوا. مرده شروع به نوشتن می‌کند، اما وقتی نوبت به گناهانش می‌رسد شرم سراسر وجودش را می‌گیرد. فرشته می‌گوید ای خطاکار، در دنیا از خدا شرم نکردی، گناه را انجام دادی و اکنون شرم داری. سپس همه اعمالش خوب و بد در آن صحیفه ثبت می‌شود و نامه‌ای که سرنوشت او را رقم می‌زند بر گردنش آویخته می‌شود تا روز قیامت.